الو، من عبدالقادر سالارزایی هستم از ایران شهر بلوچستان ایران. من خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون و انشالله از درگاه خداوند عزوجل از شما جزای خیر رو طلب میکنم. واقعا با این برنامه ها و حرفه های دینی و مذهبیتون مردم رو روشن کردید. انشالله خداوند جزای خیر به شما عطا بفرماید و همیشه این شبکه جهانی وصال حق پایدار و استوار باشد انشالله. و خداوند انشالله من یک دعا میکنم برای حضرت مولانا عبدالحمید، همیشه این آدم روحانی مجاهد همیشه در صحنه، خداوند سایش در سر اهل سنت ایران استوار بداره و طول عمر با عزت و توأم با خدمت با جوامع اسلامی به این عالم بزرگوار عنایت بکنند. و تشکر میکنم از برنامه خوبتون. خدا حافظ. سلامت باشید. تشکر میکنم از این برادر عزیز.